حالا یارو اومده پیش امام جواد میگه آقا چیکار کنم هم در دنیا با شما باشم هم در آخرت، یعنی چیکار کنم ثروتمند بشم از لحاظ مالی در دنیا و در قیامتم حالم خوب باشه. امام جواد علیه السلام فرمود که مقید به 2 تا کار باشه. یک، کثرت الاستغفار، زیاد بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، مداومت کن بر این ذکر، به خصوص بعد از نماز عصر که آبشار برکت را میندازه سمت زندگی شما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. چرا؟ به خاطر اینکه تعارف نداریم رک و پوسکنده بزرگواران، اون چیزی که نمیذاره دعای ما مستجاب بشه، اون چیزی که نمیذاره برکت در زندگی ما بیاد، معاصی ماست، گناههای ماست. چین گناه ها رو برطرف میکنه؟ ذکر استغفاره. خودتون رو ببندید به سیل استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، مدام به خصوص از کردم بعد از نماز عصر. وقت میبینید چه اتفاقات خوشگلی تو زندگیتون میفته. امام جواد فرمود 2 تا کار انجام بده. یک، کثرت الاستغفار. دوم، حضرت فرمود مداومت کن به خواندن سوره قدر در نمازت.